اگه به مدگالا و حاشیه‌های اون علاقه‌مندی، باید بدونی که در مدگالای 2024 یه اتفاق عجیب افتاد. این اتفاق حضور خیره کننده اولین گروه کیپاپ بود. وقتی اونها قدم به فرش قرمز مدگالا گذاشتن، نه تنها دوربین‌ها، بلکه تمام نگاه‌ها به سمت اونها چرخید. آنها نه تنها مرزهای مد را جابجا کردند، بلکه معیارهای زیبایی را دوباره تعریف کردند. اگر میخوای بدونی که این گروه چه کسانی اند و چه اتفاقاتی با حضور آنها در مدگالا به وجود آمد، این ویدیو برای توه. مدگالای 2024 که یکی از معتبرترین رویدادهای مد و فشن هست، امسال هم اتفاقات و حواشی عجیب و غریب خودش رو داشت. یکی از این اتفاقات درخشش ستاره‌های کیپاپ استری کیدز بود. آنها با استایل‌های منحصر به فرد و برگرفته از طبیعت قلب‌های طرفدارانشان را تسخیر کردند. توی این ویدیو نگاهی به این رویداد با شکوه داریم تا ببینیم که این گروه چگونه جهان مد و فشن را تحت تاثیر قرار دادند و در آخر به ملاقات جذاب و زیبای استری کیدز با هنرمند معروف میپردازیم. پس آخر ویدیو را از دست نده. گروه 8 نفره استری کیدز با مدیریت JYP خودش رو به عنوان یکی از نماینده‌های کیپاپ تثبیت میکنه. طرفداران اوایل درگیری ذهنی داشتند که آیا این گروه در مراسم مدگالای 2024 شرکت خواهند کرد یا نه. زمانی که مشخص شد که اونها برنامه‌ای در نیویورک دارند که مطابق با جشنواره مدگالا برنامه‌ریزی شده است، گمانه‌زنی‌ها برای حضورشون افزایش پیدا کرد. از طرفی برخی از اعضا با برندهای لوکس در جهان همکاری می‌کنند که از جمله آنها میتوان به موقعیت هیونجین به عنوان سفیر جهانی ورساچه اشاره کرد. به همین دلیل حضور آنها به عنوان مهمان غافلگیرانه محسوب نمیشد. با این حال در 14 اردیبهشت ماه رسانه‌ها عکس‌هایی از اعضا در فرودگاه اینچون منتشر کردند که نشان میداد هر کدام از اعضا لباس‌هایی از برند تامی هیلفیگر پوشیده بودند. حضور آنها در روز مراسم مدگالا با استوری فلیکس و تگ کردن تامی هیلفیگر تایید شد. پس هواداران منتظر حضور آنها بر روی فرش قرمز مدگالا در ساعت 17:30 به وقت شرق آمریکا بودند. با اولین مصاحبه گروه، جایگاه استری کیدز به عنوان اولین گروه کیپاپ که در مدگالای 2024 شرکت کردند تثبیت شد. آنها با کت و شلوارهایی به رنگ سفید، قرمز، مشکی از برند تامی هیلفیگر تم مدگالا را که زیبای خفته، دوباره بیدار کردن مد و باغ زمان بود را به خوبی رعایت کردند و اصالت این برند را نشان دادند و از طرف سایت معتبر رولینگ استون در بین 5 استایل برتر مدگالا قرار گرفتند. به نظرت کدوم یکی از اعضا استایل بهتری داشت؟ توی کامنت برام بنویس. در ادامه مراسم ملاقات جذاب استری کیدز با هنرمند معروف رو داریم، اما قبل از اینکه بهش بپردازیم این ویدیو رو لایک کن. در این مراسم بعد از فرش قرمز مدگالا و مصاحبه‌هایی که انجام شد، اتفاق جالب رخ داد که قلب طرفداران رو به لرزه درآورد. آن هم ملاقات جنی از بلک پینک و استری کیدز بود. جنی عضو بلک پینک برای دومین سال متوالی با یک لباس آبی خیره کننده از برند الایا ظاهر شد. زمانی که این دو هنرمند در این رویداد مسیر مشخصی رو طی می‌کردند، ملاقات اونها با هم امری اجتناب ناپذیر بود و عکاسان ماهر موفق شدند دقیقاً لحظه‌ای که گروه استری کیدز برای اولین بار جنی رو می‌بینه ثبت کنند. از طرف این ستاره‌ها برای طرفداران یک عکس دست جمعی به یادگار گذاشتند. جنی در میان اعضای استری کیدز با لباس آبی سلطنتی که در تضاد با لباس‌های مشکی، سفید و قرمز آنها بود، به خوبی جای گرفت. برخی از نظرات طرفداران شامل جنی و استری کیدز؟ فلیکس در حال صحبت با جنی: آیا با من شوخی میکنین؟ توی این ویدیو راجع به حضور اولین گروه کیپاپ در مدگالا و ملاقات آنها با جنی حرف زدیم و توی ویدیوی بعدی قرار راجع به توهین هایی که در مراسم مدگالا به استری کیدز شد حرف بزنیم. پس منتظر ویدیوی بعدی ما باش.